وقت بخیر دوستان، در ویدیوی امروز میخوایم بپردازیم به یک ایردراپ دیگه که روی اکوسیستم کازموس هسته. اسم ایردراپ هسته پریزم. در توییتر میتونید دنبال کنید و الان که ما ویدیو رو میگیریم میبینید 98,000 نفر دنبال کننده داره. در این ویدیو ما هم با توکن نیتیو کار میکنیم که پول های واقعی و همچنان یک سری تست نت هایی هسته که اونها رو هم انجام بدیم تا که وقتی که این ایردراپ شد به ما هم تعلق بگیره. پس با ما همراه باشین. خب پریزم یک سولوشن لایه یکی هست، قرار هست بیای روی کازموس بلاکچین و یک سولوشن لایه یکی هست و قرار است یک از هاب های کازموس باشه و به خاطر از اون می‌خوایم یک سری تکست های اینا رو برای انجام بدیم. همونطور که می‌بینید تعداد خیلی زیادی دنبال کننده داره و همچنان داره زیاد میشه. از دیروز که ما دارم نگاه می‌کنم بیش از 20,000 نفر در توییتر شما زیاد شده و در توییتر راجع به ایردراپ های خیلی صحبت می‌کنه. پس ما می‌خوایم کارها رو انجام بدیم تا که شامل ایردراپ ایشونیم. در اول پریزم چی هسته؟ این کارهایی که میخوای انجام بدی برای آنلاک فیوچر و فعالیت روی یلد این کارها رو میخوای انجام بدی و در این کارهایی که میبینید در اینجا لیوریج وید لیکویدیتی و منیجمنت و یور استیکینگ و کارها را قراره که کلا پریزم انجام بده. برای ایردراپ هم اگه بخوایم بپردازیم در اینجا میبینید که ایردراپ دیتیلرش در اینجا هسته و توکن هم پریزم هسته و اگر این توکن هایی که در اینجا میبینید اینها را ما الان بفرستیم روی ولیدیتوری که پریزم داره، ما میتونیم در ایردراپ های شرکت کنیم. ولی که خب این مسلما کار خوبی نیست که بخوایم همه این توکن پول هایی که داریم بفرستیم روی از ولیدیتور هایی که در اینجا داره و میبینید که همه اینها هسته، از اتم تیا و DYDM و اوزموزی و انجی و لونا و غیره، اینا همه‌اش هسته که میتونیم روی ولیدیتور اونا اونجا استیک کنیم تا اینکه در ایردراپ تعلق بگیریم. همونطور که در اینجا هم میبینید پریزم ما که 1 میلیارد توکن کلا داره و از 1 میلیارد توکن قرار هست که 20% این توکن ها را در کسایی که ایردراپ شرکت میکنه در اونا بیده و این 20% قرار هست که کلا به اونها داده شده. 20% از پریزم توکن میشه چقدر؟ چیزی 200 میلیون توکن قرار هست که به کسایی که در ایردراپ ها شرکت میکنه به اونها داده میشه. بعضی سوال کرده بودن که همه یک ایردراپ اندازه میگیرن. نه دوست عزیز، اینجوری نیست. ایردراپ ها طوری هست هر کی بیشتر فعالیت کنه و بیشتر کار کنه او باعث میشه که ایردراپی بیشتری بگیره و اینا کارهایی هست که میتونیم روی پریزم انجام بدیم. خب در اول ما میایم چیکار میکنم؟ در قسمت داشبورد کیف پول کپلر والت خمیم و الان میخوایم یک مقدار از توکن سلستیا خره استیک کنم دوباره در روی در روی پریزم ولیدیتور. برای این کارم در اینجا میبینیم قبلا ما اینجا استیک کردم و سفر یک مقدار میکشیم پایین. سفر کشیدم پایین، در اینجا چی رو پیدا میکنم؟ توکنی تی آی خره سلستیا. میبینین در اینجا ما قبلا روی کازموس استیشن در اینجا استیک کردیم و به خاطر از اون میخوایم یک مقدار از این بفرستم در روی پریزم ولیدیتور. در اینجا روی ای میزنم. وقتی روی ای بزنم در اینجا ما میتونم آنلاک کنم، میتونم رگولیت کنم. رگولیت هم مفهوم ری استیک کردن میده. اگر ما آنلاک کنم 21 روز طول میکشه تا بیایه و به خاطر از خیلی طولانی میشه و به خاطر از وقتی میخواین از یک ولیدیتوری بردارین در ولیدیتور دیگه بفرستین نیاز نیست که آنلاک کنین، فقط کافیه روی وسطیه اینجا بزنین. وقتی روی زدین در قسمت بالا اینجا پریزم سرچ میکنین و میبینین که اینقدر APY میده و پریزم و تا الان هم اینقدر رویش تیا لاک شده. روی ای میزنم. وقتی روی زدم باز دوباره نکست میزنم و در اینجا هم میگم که بالفرض 3 تا تیا میخوام در اینجا استیک کنم. بعد دوباره روی ازی میذارم. وقتی روی زدم کیف پول کپلر ما میاد بالا و در اینجا آپروف میکنم و در الان داریم میبینید که میچرخه و بعد از این آپروف میشه. چرا ما الان دوستان به جایی که از توکن جدید استفاده این کار کردم؟ چرا که این هم زودتر انجام میده. شما از یک ولیدیتور برمیده فقط در ولیدیتور دیگه میفرستین و این باعث میشه که شما به زودتر به امی توکن هایی که الان ما فرستادیم امی الان به درآمدزایی میرسه یک و همزمان اگه ما توکن ها رو میخوایم از اونجا آن استیک کنیم و باز دوباره برگرده 21 روز طول میکشه تا اینکه آن استیک شه. او 21 روز توکن های از ما بیکار هست و هیچ کار نمیکنه، هیچ درآمدی برایم نداره. پس الان دیدین راحتی 3 تا رازی گرفتم، دی فرستادم و همین الانم شروع کردم به چی
به درآمد داشتن برای از من. این روش هست که میتونید کارو بکنید. همونطور که در اینجا گفتم توکن های خیلی زیادی میتونیم استیک کنیم، ولی که خب هوشمندانه نیست برای یک پروژه جدید بخوایم همه ای توکن ها رو انجام بدیم. و من فعلا فقط با 3 تا شروع کردیم، حالا باز در آینده ببینم چی میشه. این پول واقعی بود که سلستیا رو در رویش ما الان استیک کردم. خب بعد از این میایم چیکار میکنیم؟ میخوایم الان وارد تستنت همین پرزیم شونیم. همونطور که میدید الان تستنت قبل از اینکه ایردراپ بده یک شبکه‌ای هست که در اونجا هیچ گونه ارزشی نداره، ولی که ما میتونیم در اونجا کارهای انجام بدیم و فعالیت کنیم، استیک کنیم، پول درست کنیم و کارها انجام بدیم تا اینکه ایردراپ بیشتر در ما تعلق میگیره. بعد ما رو در صفحه بعد در این قسمت در اینجا میبینید ویلکام تو ترمینال. بعد در اینجا که اومدم در این قسمت روی کانکت والت میزنم، کانکت والت میکنم. در کجا؟ اینجا میبینید لپ هست، کپلر هست و استیشن. من کپلرشون استفاده میکنم امروز، از کپلر استفاده میکنم و در این کانکت کردم. بعد این کار کردم میایم چیکار میکنم؟ روی کیف پول کپلر میزنم. وقتی روی کیف پول کپلر زدم صفحه کپلر برای میاد بالا. یه خورده طول میکشه چون داره انجام میده، همونجا ضبط میکنم. وقتی که اومد بالا در قسمت بالا در اینجا میزنم در روی 3 خط بالا. بعد از اونجا در قسمت بالا من چنج در اینجا انتخاب میکنم و روی از یکی بزنم میخوایم چیکار کنم؟ توکن تستنت اد کنم. وقتی که روی ازو زدم برای من همچین صفحه باز میشه. بعد در اینجا چی می نویسم؟ پرزم. در اینجا میبینید پرزم آمد، پرزم تستنت. تستنت میخوایم در کپلر اضافه کنم. بعد روی میزنم اد میکنم. بعد در قسمت پایین روی سیو میزنم. الان توکن تستنت پرزم هم در کیف کپلر خو اضافه کردم. الان دوباره اگر مجددا روی کپلر در اینجا بزنم، وقتی در اینجا بزنم باز دوباره میایم در قسمت در اینجا میبینید جای سرچ داره، در اینجا سرچ میکنم اسم توکن مینویسم پرزم. بعد دیدین آدرس آمد بالا. بعد میبینید پرزم تستنت. بعد آدرس ای را کپی میکنم. الان کپی کردم. بعد میایم چیکار میکنم؟ ای را در این صفحه که ویلکام تو ترمینال در اینجا در روی چی میزنم؟ فاست. فاست یعنی توکن هایی که ارزش نداره اما شما در اینجا میتونین این را فاست کنین. بعد در اینجا این را میام پیست میکنم. وقتی پیست کردم درخواست ریکوست میفرستم و میبینین که توکن فاست الان برای من داده شده. بعد این روی ازی میزنم، یعنی در زبان سوئدی نوشته کرده که ما یک ربات نیستم. درست. بعد از یک زدم باز دوباره مجددا روی داشبورد میزنم. خب وقتی توکن های فاسد گرفتیم بعد از او یک سری تکست ها رو میخوایم روی اینها انجام بدیم که 6 تاش رو با هم دیگه انجام میدیم و همونطور که در اینجا میبینید شما میتونید بارها توکن فاسد بگیرین و یک توکنی هست که بدون ارزش هست. شما فقط تکست ها رو انجام بدین تا اینکه شامل ایردراپ شونین. در اول میایین چیکار میکنین؟ روی سواپ میزنین. در این قسمت روی سواپ که زدین همچین صفحه برای شما باز میشه. میبینین USDC سیم هسته با سی لونا. این یک تعداد میزنین در اینجا 4 تا 5 تا هر چقدر دوست داشتین. از بعد روی سواپ میزنین، سواپ میکنین. من سواپ کردم ولی که الان به خاطر دارم ضبط نکنم خب نشان نمیده، خود زمان میبره، ولی که شما هم سعی کنین که باز دوباره انجام بدین. بعد از اینکه این کار انجام دادین سواپ اومد بالا. الان من سواپ مونم بازم. و اگرم شما بخواین تنظیماتش دستکاری کنین در این تنظیماتی که در اینجا هست روی از این میزنین. بعد از اون بالفرض هزینه گس فیش را چی میگیرین این را سیو میکنین و ذخیره میکنین. اینجوری باعث میشه که چی شما گس فی بیشتری پرداخت کنین. خب فرقی نمیکنه، یک توکن تستی هست و هیچ ارزش مالی نداره. اینجا کپلر اومد بالا، باز دوباره اپروو میکنم و دیدین که اید الان داره سواپ میکنه از USDC سیم در چی سی لونا و این با موفقیت انجام شد. بعد از اینکه انجام دادین در اینجا میزنین همین پریزم رو انتخاب میکنین. وقتی انتخاب کردین بعد از میبینین چقدر دارین. بعد ما اندازه بالفرض میزنین که اگه یک داشتین دو تا داشتین این رو سواپ میکنین در روی چی در پایین هم اتم انتخاب میکنین روی اتم. بعد
پریزم سواب میکنید روی اتم و میتونید یک سری کوین های دیگر هم اینها هم روی هم دیگه سواب کنید تا اینکه اینجوری بیشتر از این اپلیکیشن هایش استفاده کردین. خب اینا رو که انجام دادین دوباره میذارین داشبورد، برمیگردین روی داشبورد. این دفعه چیکار می‌کنیم؟ روی پولز، در اینجا روی پولز میزنین و وقتی صفحهش اینجوری اومد بالا چیز نبود بالا، در اینجا یک دو بار کلیک میکنین تا یک بیاد بالا. وقتی اومد بالا صفحه رو میکشین پایین، در اینجا پایین میبینین پریزما USDC سیم، دقیقاً همون چیزی که اونجا بود. اینم اینجا اینجوری رویش میزنین. وقتی که رویش زدین بعد در اینجا میخواین یک لیکویدیتی فراهم کنین، درسته؟ دو تا میزنم، بعد اینجا هم میزنم 0.4، بعد روی اد لیکویدیتی میزنم. وقتی اد لیکویدیتی رو زدم خب مسلما کیف پولی کپلر میاد بالا و اینجوری این رو تایید میکنم. یه خورده زمان میبره. خب دیدین که این هم تایید شد. بعد از اون مجددا دوباره روی داشبورد میزنین. وقتی روی داشبورد زدین این دفعه میریم روی چی؟ پلوس ترید. روی پلوس ترید که در اینجا زدین همچین صفحه برای شما میاد بالا، ولی که میبینید که من 0.0 اینقدر پریزما دارم، خیلی تعدادی کم هسته. 0 بالفرض اگر شما موقع خب میتونین بازم فاصله دست بگیرین. در اینجا بالفرض شما یک تا رو میزنین، در اینجا یک که زدین، باز دوباره در اینجا چیکار میکنین؟ بالفرض میزنین که 0.1 میزنین، بعد در اینجا هم تایم بندیش داره، این مثل دلار کاست اوریجینگ هست. همین ساعتی رو انتخاب کنین بعد میزنین 10. یعنی چی؟ که $1 شما، یک پریزمای شما در 10 ساعت، این رو باید 0 بزنم، 0، که یک تا پریزمای شما 10 بار خریده شونه در چند؟ در 10 ساعت. و این کار که همونجوری $1 کاست اوریجینگ میشه و تارکنش هایی که شما انجام بدید خب مسلما بعدا وقتی اسکرین شات میگیره این کار برای شما انجام داده میشه. و خب ما از اونجا که کار انجام دادیم و برای از ما انجام داده میشه و به خاطر از این فقط برای شما نشان دادم که شما میتونین این کار انجام بدین. باز دوباره مجددا روی داشبورد میزنین. وقتی این دفعه روی داشبورد زدین در اینجا میایم کجا؟ پایین میکشیم صفحه را میزنیم روی چی؟ استیک میزنیم. در اینجا ما میخوایم یک پریزما استیک کنیم، درسته؟ برای کارم در اینجا میبینین ما 0.0 چند تا پریزما دارم، این را 0 میزنم، بعد ایرم بالفرض 3 میزنم، بعد روی استیک میزنم. از اینجا باز برای ولیدیتور انتخاب میکنم. مهم نیست هر کدوم که دوست داشتین انتخاب کنید، زیاد مهم نیست چون یک توکن های ارزش خاصی نداره. بعد روی استیک بزنین در اینجا که پول کپلر اومد بالا، در اینجا قبول میکنین. وقتی قبول کردین شما اینجوری یه خورده توکن پریزما استیک هم کردین. خب وقتی استیک کردین دوباره بازم روی داشبورد میزنین. این دفعه میریم سراغ کجا؟ سراغ پریزما گاورننس. این دفعه روی پریزما گاورننس میزنیم. بعد در اینجا روی گاورننس شما نشان میده که شما چقدر استیک کردین بالفرض و در اینجا میبینین اینا هسته. و بعد اینجا نگاه کنین هر چیزی باز بود که برای وید کردن یا رای دادن شما فقط رویش میزنید و رای میدین. فعلا که چیزی نیسته، ولی که وقتی باز شد اینا رای میدید خب اینجوری هم فعال باشین. این کارم که انجام دادین بعد از دوباره روی داشبورد میزنین. وقتی روی داشبورد زدین این دفعه سراغ چی میرین؟ سراغ بوند. در اینجا باز دوباره سراغ بوند میاین، اینجا روی بوند میزنین. وقتی روی بوند زدین در اینجا میبینین که اتم هست، در 30 اتم. ما فعلا میبینه اتم ندارم در اینجا، ولی که اگر چون ما این کار قبلا انجام دادیم به خاطر از او، ولی که اگر اتم میداشتم بالفرض خب همونطور که گفتم وقتی شما در اینجا سواب کرده باشین اتم های خیر در اینجا باز دوباره فقط کافیه اینجا اتم انتخاب کنین، بعد دوباره روی 30 اتم در اینجا میزنین و تمام. این بود 6 تا تکسی که در روی اینها ما انجام دادیم. هر چقدر که شما بیشتر فعال باشین در اینجا هر روز انجام بدین اینا، خب اینا باعث میشه که شما وقتی در ایردراپ میشه اونجا کارهایی که شما با کیف پولتون انجام دادین وقتی اسکرین شات میگیره خب مسلما ایردراپ بیشتری تعلق میره این کارها رو انجام بدین. و اینکه بعد از اینکه کارها شما انجام دادین اگر توکن فاسدشون تمام شد بازم دوباره روی فاسد میزنین در اینجا و مجددا درخواست
توکن فاسد میکنین. همینجوری خیلی راحت است. دوباره درخواست توکن فاسد میکنم، میبینین در توکن فاسد بازم داد. هر موقع دیدم بازم خلوت هست، مثلا زیاد کسایی درخواست نمیده، اینا سایتش یکم خلوت هست، بازم بیکار بودم، بازم دوباره چیکار میکنم؟ این تکست ها رو انجام میدم هر روز تا اینکه در ما بیشتر ایردراپ تعلق بگیره. وقتی همه از کارا رو کردین، باز دوباره در صفحه بعدی در اینجا هم میاین. در این صفحه یک سری چیزایی هست که مال شبکه‌های اجتماعی، بالفرض ما رو در دیسکورد دنبال کنین، در توییتر دنبال کنین و اینها رو میتونین هم انجام بدین اگه دوست داشته باشین. خب اینا کاری نداره، روی هر کدومش کلیک میکنین، بعد ما توییترش رو فالو میکنین، دیسکوردش رو دنبال میکنین، این کارها رو میتونین انجام بدین. اما من معمولا همه اینها رو انجام نمیدم، بعضیش رو فقط بالفرض توییتر نشاید دنبال کنم. خب هر شب فعال باشین، خب مسلما ایردراپ های بیشتری به شما تعلق میگیره. خب فهمیدین که توکن پریز سولوشن لایه یکی هست که قرار هست به زودی روی اکوسیستم کازموس بیاید و اونجا یک از هاب های کازموس میشه. همونطور که تی آمد، همونطور که دایمنشن آمد، یه هم میاید و ما اینجوری میتونیم در ایرا یک ولیدیتورش را یک سری تیا در اونجا استیک کنیم و بعد از این تکس هایش را میتونیم انجام بدیم. وقتی که اینا را انجام دادیم و اینا را هم خواستیم انجام بدیم تا اینکه در ایردراپ های شرکت داده شدیم. بعضیا سوال کرده بودین، گفته بودین که مثلا وقتی ایردراپ میده در همه یک اندازه تقسیم میشن. نه، اونجوری نیست. هر کس که بیشتر فعالیت داشته بوده، با شبکه اینا بیشتر کار کرده باشه، خب مسلماً او ایردراپی بیشتری تعلق میگیره. و اینکه دوستان در کانال یوتیوب کریپتو مورگر اگه بیاین، در اینجا 7 ترند حتما نیا کنین برای بولان بعدی و اگر شما علاقه‌مند به توکن های گیمینگ هستین، اینا رو ببینین و سبد سرمایه‌گذاری منم در اینجا میبینین و اینکه اصلا آموزش استیک، ایردراپ و همه اینها در اینجا هست و میتونین اینا رو ببینین و از اینا استفاده کنین تا اینکه در سال 2024 یک از بهترین سالها میتونه برای دریافت ایردراپ باشه، چرا که توکن های خیلی زیادی لانچ میکنه در این سال و قبل از بولان میخواد بیاد و به خاطر همو هست که ایردراپ های زیادتر هم میده که بین مردم دیده شنه و همه راجبش صحبت کنه. همه اینایی گفتم دوستان البته که مشوره سرمایه گذاری نیست، فقط جنبه اطلاعاتی داره. ویدیو را لایک کنین، با کسای دیگه هم شیر کنین، نظر هم کامنت بذارین. تا یک ویدیو دیگه، وقت خوش.